این تصویر رجب‌زاده است، مدعی که 2 هفته پیش توسط سلطنت طلب‌ها رو بوده میشه. سینه‌ش رو در حالی که جسمش نیمه جون بوده میشن، قلبش رو در حالی که نیمه جون بوده از سینه‌اش در میارن، ویدیو میگیرن و اینو بازنشر میکنن. بدن نیمه جونش رو موضوع میکنن و اعضای بدنش رو، برخی از اعضای بدنش رو میفرستن برای محل کارش. از این صحنه‌ها ویدیو میگیرن و برای خانواده‌اش میفرستن. بعد از اینکه به شهادت میرسوننش، به پیکرش تجاوزهایی میکنن که فقط از دست شیطان صفت‌ها برمی اومده. فقط از دست کسانی برمی اومده که داشتن این اعمال رو برای شیطان و عبادت شیطان انجام میدادن. این حاصل اون طرز تفکر مسخره و مشمئز کننده اون سلبریتی و بلاگر دوزاریه که نه به هشتگ میزنه. امثال اینایی که این کارو با این جوون کردن، همونایی ان که توی دیما اون بلا رو سر جوونای ما آوردن، چون دقیقاً همین اعمال رو موقع انجام دادن، تو اون 2 روز انجام دادن. پیکرها رو می‌کردن. مسئول مستقیم این اتفاقات شخص رضا پهلوی. این آدم باید تاوان بده. مسئول مستقیم این اتفاقات بلاگرها و سلبریتی‌های دوزاری هستن که الان لالمونی گرفتن. کسایی که شکمشون انقدر از مال حرام پر شده که حق و باطل رو نمیتونن تشخیص بدن. به جای اینکه مغزشون رو پر کنن، فقط روز به روز شکم‌های فربه‌شون رو پر کردن. نه فیلم‌های مسخره اجتماعیشون تأثیر درستی رو اجتماع گذاشت، نه فیلم‌های مسخره طنزشون لبخندی به روی لب مردم میاره. بلاگرهای دوزاری پوپولیست مسخره‌ای که تنها کار مفیدی که بلدن انجام بدن، ویدیو گرفتن از میز مشروبشون و دور همیهای مسخره و مشمئز کننده‌شون. کسایی که جز ادا اومدن جلو دوربین کار دیگه ای بلد نیستن. کسایی که جز لخ شدن هیچ هنر دیگه ای ندارن. این حاصل دست دادن با سلبریتی هایی که گفتن لبیک یا یزید. این حاصل پیروی کردن از حمید فرخ نژاد هاست. این حاصل پیروی کردن از علی کریمی هاست. این حاصل پیروی کردن از سلبریتی ها و بازیگرا و هنرمندایی که الان لالمونی گرفتن و هر جا که خون ملت براشون استفاده داشته باشه فقط بلدن پست و استوری بذارن. کسایی که جز پر کردن صف کافه هاشون، رستوران هاشون، میادگاه هاشون، میتینگایی که میذارن هیچ کار دیگه ای بلد نیستن. کسایی که بلدن فقط از احساسات مردم سوء استفاده کنن، نه مغزی برای فکر کردن دارن، نه قلبی برای احساس کردن. کسایی که در بزنگاه ترین موقع‌های تاریخی درست و غلط رو نمیتونن اصلا تشخیص بدن. کسایی که نه سواد سیاسی دارن، نه سواد اجتماعی دارن، نه 2 خط تا حالا تو زندگیشون تاریخ خوندن. شماها به هیچ دین و آیینی باور ندارید. اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید که آزاده هم نیستید، چون تنها خواستگاه شما از آزادی اینه که لخت تو خیابونا بگردید. کسایی که دارن امروز این ها رو انجام میدن همون هایی هستن که در قالب گروه خلق تو دهه 60 این کارا رو انجام میدادن. همون کسایی هستن که تو بودن و امثال حججی ها این کارو کردن. پشت صحنه تمام اینها آمریکاست. پشت صحنه تمام این ماجراها اگر همین کسایی که با یک پرچم ساده امروز تو میدونا هستن نبودن و الان هم نباشن، جنایتکاران قراره تو خیابونا راه بیفتن. اگر کسایی نباشن که جلوی اینها بایستن، زن و بچه‌های ما رنگ آسایش رو نخواهند دید. انتخاب بین 2 چیزه، یا حق یا باطل. خودت فکر کن ببین کدوم مسیر رو میخوای انتخاب کنی.